در سوره نحل، همون سوره نحل باز هم در آیه 64 میفرماید و ما انزلنا علیک الکتاب، اینجا دیگه صریح گفت کتاب، ما کتاب را بر تو نازل نکرده ایم الا لتبین لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم. ما کتاب را بر تو نازل نکرده ایم مگر اینکه برای آنان روشن کنید اون چیزی که در موردش اختلاف دارند. وقتی که قرآن نازل می شود هر کسی به گونه ای از آن فهم می کند، برداشت او از کتاب به گونه مختلفی است، جدایی است. به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم می آید مشخص می کند که مراد از این چیست.